آدمایش شناخته نمی شود. نقش دیوانه را گوش می کردم و مثل حاضر گریه می کردم. کاری تئاتر، اکتور تئاتر بودن کاری هر کس نیست. گمان میکنم که صنعت هنرمندی 100 ساله آخر را از دست داد. اینا بعد چند خواهد آدم فکر میکنه که چی باید نمی آدم ها نیستن. ناترسانه چیزی حق را میگفتند در روی کسی که نباشد. تاجیک را یاد گیر، زبان مادری را نمیدانی، شرمنده. برای چه همین رژیسور مثل هیچ استفاده نبرد. در دل و دیده و در مغز استخوان مردم جای گرفتگی کم است که البته این باعث افسوس است. از وسط این همه زیبایی عبیدالله دیوانه نشود، کی دیوانه شود؟ گنج نایاب، نابغه. خودده تو آدمی معتبری شهر نه یگان چایخانگی نافتک. من نمیگویم که او از دار دنیا رفته است. جای او در دیده بود، اکنون به دلها رفته است. این خیلی آدمای بعد مرگش هم ابد زنده میگویند. در کدام حالت که نباشه از خود نباشه. آخر من این صغیره در دنهای رسی خلال شده باشم، هرچند که دلم به یاد وطن گم میزد. با نقد سفیدی موی سر جوانیش را بخشید و مردانه زیست و پیش نامرد سری خم نفرآورد.